بار دیگر سلام میگم به همه عزیزانی که این لحظه ها ما رو تماشا دارند. شعله گلخواجه هستم، بازم در خدمت شما بینندگان عزیز و ساعت با وقت پروگرام 10:01 است و در روسیه باشد که اکثری مجرمین عزیز ما از اونجا تماشا دارند. ساعت 12:01 است و در دوشنبه ساعت 2. تشکر میگم که ما رو تماشا دارید و فراموش نکنید که بعد از رس و 3 ساعت دیگر ما رو در پخش مستقیم و در برنامه خبری رادیو آزادی با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های روز از تاجیکستان و جهان منتظر میشیم. اما تا اون وقتی که برنامه خبری شروع می شود، من چون همیشه برای شما سرخط خبرها رو میرسونم و بعضی از این گزارش‌ها رو شما بعداً در شکل مفصل میتونید در برنامه خبری تماشا کنید. متهم در چلیابینسک و ادامه کارهای جستجویی و نجاتدهی در ماگنیتوگورسک، فرو رفتن قسمی از یک بینای چند قبطه در شهر ماگنیتوگورسک صبح 31 دکبر دست کم 9 نفر رو هلاک کرده و 10 کس دیگر رو به نشان ساخت. در پی این فاجعه شهرت الفتوی 28 ساله از زیر خرابه‌ها زنده پیدا شد، اما همسر و 3 فرزند نوبالغ او 3 روز است که در زیر خرابه‌ها باقی میمونند. سفر سفارف کنسول گنرالی تاجیکستان در یکاترینبورگ روز 2 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت کارهای جستجویی در بینای فرو رفته با احتیاط ادامه دارند، چون به قول جناب سفارف خطر افتیدن دیگر قسمت‌های بینو زیاد است. مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند که حادثه فرو رفتن یک بخش بینای بسیار آشنا در ماگنیتوگورسک را از نزدیک پیگیری دارند. مسئولان خدمات مطبوعات سفارت گفتند در این حادثه به جز عائله الفتوف و باز یک خانواده دیگری تاجیک هم بود که اعضای آن خوشبختانه کاملا صحت و سلامت هستند. در سفارت تاجیکستان اسم این خانواده را نگفتند، ولی در روی خطی که اداره حالتهای فوق‌العاده ماگنیتوگورسک نشر کرد نام و نسب سمیف محمد روزیق بگیجانویچ و 7 عضو خانواده او ثبت یافته است. بینو با اطلاع مقامات سبب فروریزی بینو ترکیش گاز بوده است و لازم به یادآوری است که در سالهای 2017-2018 در روسیه دست کم 44 حالت ترکیش گاز در منزل ساکنان ثبت شده است. تفصیلات این موضوع رو در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. از این رو بینندگان عزیز برنامه رو تماشا کنید. تقدیر سیم کارت ها چی می شود؟ قرار بود از 1 ینور سال 2019 یعنی از دیروز نرخ سیم کارت ها در تاجیکستان 250 سومانی مقرر گردد. اقدامی که تابستان سال گذشته در جامعه به اصطلاح شروع ولوله برانگیخت و سبب دخالت امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به این مسئله شد. همکاران ما تلاش کردند معین نمایند که تا کجا نرخ سیم کارت بالا می رود و یا مثل پیشتر باقی می ماند. باوری دارم شما نیز می خواهید به این سوال پاسخ بگیرید، پس برنامه خبری را بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم تماشا کنید. لاتو کوب شرایط بدی سانیتاری و خلاصه احوال سگانه. چون این است وضع نگهداری مهاجران تاجیک در بازداشتگاه موقتی ساخاروو در روسیه. در این بازداشتگاه نه جنایتکاران اشدی بلکه مهاجران قرار دارند که به قانون ویرانکنی مأموری متهمند. اما طور باشندگان این مرکز نقل میکنند مناسبت در مؤسسه مذکور غیر انسانی و طاقت فرسا است. اگر مبادا شکایت کنند روزشان به اصطلاح سیاه می شود. حامیان حقوق و حقوقشناسان از چنین وضعیت بانگ اضطراب میزنند. در یک گزارش که تقدیمتان میگردد شما نیز امکان دارید که از شرایط بود و باش مهاجران تاجیک در بازداشتگاه موقتی ساخاروو آشنا شوید و خودتان بشنوید که مهاجران که قبلا در این بازداشتگاه بودند درباره وضعیت اونجا چه نقل میکنند. شرکت ملی هوایی تاجیک ایر موقتا پرواز هواپیماها به برخی سمت‌ها را باز می‌دارد. در این باره صبح 2 ینور خدمات مطبوعات شرکت هوایی اظهارات پخش کرد. شرکت توسط مطبوعات و هم کال سنتر خود این خبر را به مسافرانشان رسانیده است. خب در اونجا گفته شده است که ما تمام تلاش‌هایمان را به خرج می‌دهیم که در نزدیکترین فرصت همه پروازها برقرار شوند. شرکت هوایی اینچنین از رسانه‌های خبری و هم بلوگ نویس‌ها دعوت کرده است که واهمه و شرکت را به انجام عمل‌های غیر قابل اجرا دعوت نکنند. شرکت از حالتی به عمل آمده از مسافران عذر خواسته اظهار امیدواری کرده است که این حالت را درست درک خواهند کرد. این تصمیم تاجیک ایر در حالی است که چند روز اخیر مسافران این شرکت از خدمات آن شکایت دارند.
از جمله طور شما هم احتمالاً معلومات دارید پروازهای هواپیماهای شرکت توجیک ایر از سمت روسیه به تاجیکستان با تاخیر انجام شده است و با تاخیر انجام می شود. ضمناً امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان آخر ماه نوامبر سال گذشته در جلسه حکومت شرکت دولتی هواپیمایی توجیک ایر را تنقید کرده امر داد که فعالیت این شرکت را بسنجند. باید گفت که توجیک ایر شاید یگانه از شرکت‌های دولتی تاجیکستان است که هر 2 سال رئیسش عوض می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبر نو تعیین کردند ولی وضع آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. خب تفصیلات رو بازم می توانید در برنامه خبری طوری هم گفتم بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم تماشا کنید. در برنامه امروز خبری همچنان از قرب دلار در تاجیکستان بالا رفتن هم صحبت میکنیم و ما تلاش خواهیم کرد که سبب این جایش رو معین نماییم و هم ببینیم که با کیسه تاجران و عائله های مهاجران چنین بالاروی قرب دلار چه تاثیر خواهد داشت. ضمناً بالاروی قرب دلار در حالی است که قرب روبل روسی که مهاجران تاجیک وسیله زحمت‌های خود را اساساً با این اسعار به تاجیکستان میفرستند در برابر سامانی کاهش یافته است. اگر تا 2 هفته پیش مثلا 1000 روبل روسی به 143 سامانی برابر بود، اکنون تو به 136 سامانی پایین آمد. در گذشته خانواده های مهاجران روبل های فرستاده آنها رو در تاجیکستان با اسعار خارجی یعنی با اسعار روسی دریافت می‌کردند، اما 2 سال اخیر بنا بر مقررات بانک ها روبل فرستاده مهاجران به خانوادهشان به سامانی داده میشه و این است که بعضی مهاجران به خانواده های خود یا دلار میفرستند و یا پول ها را با خودشان به وطن میارند و مهاجران میگویند پول ها را در خانه نگه میدارند و هر زمانی که قرب روبل روسی به قبل جان گرفت عوض میکنند. خب طوری هم شما پای بردید این موضوع یکی از مسئله های موردی صحبتی ما در برنامه امروز است و باور دارم برای شما نیز جالب است و شما حتما این موضوع رو تماشا میکنید این گزارش رو و تا آن دمی که برنامه خبری شروع می شود اگر شما هر خبر و پیشنهاد و یا سوال دارید با ما مراجعه کنید و ما تلاش خواهیم کرد که به هنگام نوید بامدادی فردا به سوالهای شما پاسخ بگیم و بار دیگر طوری هم سحر من برای شما یادرس شدم و بار دیگر هم تاکید میکنم چون سوال زیادی شما مربوط بازم به روسری و حجاب است و تصمیم مقامات تاجیکستان درباره منع وارد شدن با روسری و حجاب به مؤسسه‌های دولتی تا به حال در این باره هیچ قرار قانونی و سند قبول کرده نشده است. تنها یگانه خبر این است که گروه کاری تأسیس یافته است و این مسئله را می آموزد. از این رو هر خبری که در این باره شد ما برای شما حتما خواهیم گفت. ما را پیگیری کنید و تا ملاقات بعدی بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه مستقیم خبری.